سلام سال نوتون مبارک. اولین آموزش آشپزی رو با مامان با آش چیریش شروع کردیم. چیریش یه سبزی محلیه که تو کوههای خراسان شمالی رشد میکنه و فقط مختص همین فصله. بعدش رفتیم بلغور گرفتیم که ما بجنوردیا به ترکی بهش میگیم یارمه. تو همون سرما نشستیم تو حیاط پاکش کردیم 2 نفری تا اینکه فرداش یه آش خوشمزه برای شما درست کنیم. اول از همه این پوست نازکی که بالای چیریشا هست رو جدا میکنیم و بعدش درشت ریز میکنیم که توی آش خوشمزه تر بشه. سلام کتمان گلم، سال نوتون مبارک. ان شاءالله سالی با سلامتی و برکت و شادی داشته باشین. امسال آموزش غذامون رو با آش چیریش یا یارمه، بجنوردیا هم آش یارمه میگن چون با اسفناج هم درست میشه، هم آش چیریش میگن. این فصل این سبزی‌های محلی که اسمش چیریشه تو کوههای بجنورد اطراف همه اینا رشد میکنه، میارن تو بازار میفروشن. من برای این آش حبوباتو پختم. یارمه، ما به ترکی میگیم یارمه ولی بلغور گندمه، برای میگیم آش یارمه. اینو میگذاشتم فقط در حال سنجاق جوش، یعنی تازه میخواست به جوش خاموش کردم دم کنی گذاشتم اینجور باز بشه. بعد حبوبات هم که پختم. حبوباتش چی داره؟ نخود، لوبیای چیتی، لوبیای سفید. از لوبیای رشتی هم میشه استفاده کرد. اینم گذاشتم دیشب خیس کردم گذاشتم پخته. بعد اینا رو که ریختم چیریش رو میریزم. من توی آش این چیریش یکم اسفناجم حالا تو فریزر دارم بعد میریزم، ولی خب اول چیریش بپزه بعد اسفناجو بریزم. اسفناجم یکم میریزم. این چیریش رو میریزیم تا بپزه. معمولا چیریش زود میپزه، از اسفناج یکم دیرتر ولی زود میپزه. این آشو ما با دوغ میخوریم. تو همه خونه های بجنوردیا که برید تو این فصل، تو دوره هاشون، تو دعوتی هاشون، تو اسرانه هاشون، تو بیرون رفتن هاشون، بابا ما بشقار داشت این آش برای حتی 13 بدرم این آش رو درست میکنم برای اسرانه دوره هم میخورن. انشالله که این آش رو حالا آمادهش هم براتون عکس میذارم درست کنیم. بعد این سبزی رو میخواستم ببینم تو کامنت ها بذارین شما این سبزی رو دیدین و بهش چی میگین. این چون فقط ما جز بجنورد و اطراف بجنورد نمیدونیم کجا رشد میکنه، واقعا میشناسین یا نه، یا فقط مختص همین خراسان شمالیه. به به، آش خوشمزه ما آماده شد. اینم از رخ زیباش. این آش رو با دوغ ترش محلی بجنورد میخورن و البته من این آش رو با ماست دوست دارم. نوش جون.